ما اینجا اومدیم با هوش مصنوعی جیمینی. خب اصلا چجوری به جیمینی وصل بشیم؟ یه نرم افزار تغییر DNS مثل 403 یا مثل شکن یا سرچ کنین تغییر DNS، میاد کلی نرم افزار. DNS مون رو تغییر بدیم، میتونیم بدون اینکه بخوایم VPNی نصب کنیم روی سیستم، خب وارد فضای هوش مصنوعی مختلف بشیم، اونایی که از بیرون به داخل کشور فیلتره. من با جیمینی اومدم صحبت کردم، کلی بهش توضیح دادم، خواهش تمنا کردم و ازش یه سناریو گرفتم. سناریومون این بوده، خروجی کارش شده این که حالا الان اینجا زوم نمیذاره بکنیم. خب سناریومو بهش دادم دیگه، بهش گفتم این خروجی کارت بوده، قالب واسه ما ذخیره کن. پس من دیتای اولیه‌مو با هوش مصنوعی درآوردم. حالا یه عکس کاور میخواسته، رفتم هوش مصنوعی ریکرفت. با ریکرفت ما میایم انواع محتواهایی که میخوایم تولید میکنیم. تو ترنسلیت گفتم که یک مرد گم شده در کسب و کار، ترجمهش کردم به انگلیسی، متن انگلیسی آوردم اینجا، یک عکس واسه کاورمون درست کردم با رنگ سازمانیمون. خب بعد اومدم توی هایپر ایمیج تو ویدیو، عکسمو بهش دادم، همین پرامپتی که به ریکرفت داده بودم واسه این عکس، این رو کپی کردم تو هایپر تبدیل کردم. آره متن رو دادم، عکسرم دادم، تبدیل شده برام عکس به این ویدیو. اجازه بدین من یک این لوپشه، واسین این ویدیو رو بهم داده، عکس رو برای من تبدیل کرده به این. خب برای فقط قلابم میخوام اینو، یعنی اون تایمی که قلاب محتوامه، اونجایی که دارم جمله اولو میگم. تا حالا شده احساس کنی که در جریان کسب و کارت گم شدی؟ 5 ثانیه. این پس خیلی هم زیاد. اینو به هم داده. حالا من اومدم از اولین فریم جمله بعدی که این بوده، فلسفه تا راهی برای پیدا کردن آرامش در جریان کسب و کار فلانه، اومدم تو پریمیر، یعنی از اینجا. خب این فریم اینجا رو آی او زدم، آی او، همین فریم رو گفتم کنترل ام، به هم خروجی بده جی پی جی. خب و بعد اون خروجی جی پی جیم رو تبدیلش کردم به دکساپ. اینو دادم بهش. الان بهتون هوش مصنوعیشو نشون میدم. اسم هوش مصنوعیش چیه؟ فیجیتال. خب حالت افکت مورف ویدیو افکت رو از توی لیست افکتاش برداشتم. خب این چیه؟ این هوش مصنوعی چیه؟ میاد یک ویدیو رو مورف میکنه، یعنی اینو انتهای اینو میرسونه به این، تبدیلش میکنه. آره. خب چرا از تو هم پریمیر استفاده نکردی؟ چون مورف پریمیر نمیاد یا ویدیوی دیگه یا به یا ویدیوی دیگه برسونه. باید همه شرایط یکسان باشه، مال یک فایل باشه. خب که بتونه اون رو به اون یکی برسونه. حالا من اومدم گفتم این تصویر هوش مصنوعی رو برسون به این و به هم خروجی بده. اینجوریش کرده. پس فقط مورف میکنه این چیز. آره این حالا کلی افکت های مختلف داره دیگه، رایگان هم هست، کوپن ماپن هم هنوز نداره. استفاده کنید تا میتونید استفاده کنید. بعدم که پولی شد ایمیلتون رو عوض کنید. اینا رو از من نشنیده بگیرید. خب هایپرم که بهتون گفتم، با این اومدم اکثر رو چیز کردم. حالا ادامهش دیگه تدوین دیگه. الان 4 تا هوش مصنوعی من معرفی کردم. اوکی بریم جلو.
میایم اینجا. قبل از اینکه این ویدیو پلی بشه چی داریم میگیم؟ تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ خب اینجا که میگم فلسفه تو باید حالا بیام این دوتا ویدیو رو قرار بدم. اینو باید دیگه دستی مچش کنم اگه میخوام مچ تمیزی در بیاد. این که mp4 بود، خود همینه. این ویدیو که مال مورف بوده اینو میاریمش اینجا. گم شدی؟ اینو باید حالا ست تو فریم سایزم بزنیم. گم شدی؟ گم شدی؟ حالا قبلش هم که خود این ویدیوه باید پخش بشه. وقتی مورفشو گذاشتیم خودشو برای چی میذاریم؟ خودشو برای پر کردن قبلش میذارم دیگه. عنوان شروع کننده. خب اول از همه اینو باید بزنم set to frame size. بعد بیام توی افکت اوپاسیتیشو که کم کنم. بعد بیام اصلا آخرشو بچسبونم به این. گم شدی؟ بیام ببینم اینجا مدلش چیه. این تیکه که کله حالا شده احساس کنی این تیکه اول این با احتمالا تیکه اول این اومده اینجا رو چیز کرده. خب ببینید این اومده فریم اول اینو چسبونده به اون عکسمون. پس من اینو میگم تمامش باز فریم اولمون با اینجا باید برابری کنه. الان من اپاسیتیشو دارم کم میکنم. چی میشه؟ کارت گم شدی؟ آره فریم اولش یکیه. فقط یک مشکلی که هست اینجا ما لوگوی هایپر رو نداریم. اینو من بهش میگم ریورس بشه. اسپید دوریشن ریورس اسپید. اوکی. حالا این سر و ته شد. اوکی. حالا که سر و ته شد آره سرعتشو اینجوری بشه، اینجوری میشه. مسیری که داشت میره همون مسیر برمیگرده. حالا سرعتشو باید انقدر ببریم بالا که این آخرین فریم یعنی اینجا بچسبه به بدن این. به این میگیم اسپید دوریشن 150 اسپید دوریشن 160. چرا کوچیکش نمی‌کنی؟ کاتش نمی‌زنی؟ برای که تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ کسب و کارت گم شدی؟ تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ به قول شما همون سرعت خودش ولی کراپ کنیم بهتره. اینجا این یک فریم اضافه داره باید ازش از عقبش یه فریم کم کنیم. نه خب اینو میچسبونیم اینجا. حالا میایم توی افکت
تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ کارت گم شدی؟ خب حالا اینو میاریم اینجا. مشکل لوگوشو میخوایم حل کنیم. برای حل کردن مشکل لوگو میایم توی پنجره افکت، بلور، نه گاشن بلور رو میاریم. نه از این لایه هم یک کپی میگیریم، گاشن بلور رو میاریم روش میندازیم، بعد محوش میکنیم. خب حالا یه ماسک برمیداریم، ماستش میکنیم. بعد حالا ماسکمونم فید میکنیم. کو فید. تا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو رو گم شدی؟ خب اینو باید اسپید بدم، اسپید دورشن. اینو میگیم 200. اوکی بچسب به اینجا. فلسفه این دوتا رو میاریم اینجا. عقبش هنوز جا داشت. آره. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی. حالا تونستیم تصویرمون تا اینجا میکس کنیم با هم دیگه، ولی فضاسازی صدا مهمه. جونم براتون بگه که این ویدیو کلی کات خورده. کاتا به شدت رو اعصابه. میریم رو حالت سرچ میکنیم مورف، MORPH، مورف کات برامون میاد. خب تو افکت مورف کات میاد. الان نیا کن این تصویر با اینجا، یهو فریم چون کات خورده قیافه من عوض میشه. حالا مورف کات رو برمیدارم میام میندازم اینجا، زمانش زیاده میکنمش 5 کمه میکنمش 9. کسب و وای میستم تا مورف رو برامون بسازه. کسب و کاری که با کسب و کاری که کلماتتون نمیزنه؟ چون دارم تایم کمی ازش استفاده میکنم، توی 9 فریم میاد این تغییرات رو برای من. حالا مثلا 9 هم زیاده میکنیم 6 تا فریم. من فکرم 6 ثانیه. نه 6 ثانیه خیلیه. کسب و کاری بعد چون سریع اتفاق میفته دیده نمیشه چی شد. مخاطب فقط از اینکه چشمش درگیر کات بشه با کات پلک بزنه یا بپره تصویرش جلو این موضوع رو میگیره. آره نیا کن چی شد. یا این یکی. اوکی خب من الان این مورف کات رو کپی میکنم، میام روی تمام بخشای مختلف استفادهش میکنم. این چی شد؟ در حال کاره. اینجا پیست. تائو پیچیده است ولی من برات سادهش میکنم. پس همین الان وای میستم تا درست بشه.
ببینیم چه دست گلی به آب داد. بله میکنم. پس همین الان با کانال من همراه شو تا در مسیر موفق خب میایم اینجا حالا این داره شروع میکنه اینها رو مورفا رو انجام دادن. خب سناریومون یه سناریوی تکرار شونده است، یعنی این جمله آخرمون میخوایم بره بخوره به جمله اولمون. نکته مهم اینه که باید کات خیلی دقیق باشه. هیچ فریمی اضافه نذاشتم، من کاتا رو فریم به فریم رسوندم. اوکی. و حالا یه دور چکش میکنیم. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی و آرامش در دنیای پرشتاب کسب و کارهای الانه. کسب و کاری که با اصول تائو بنا شده مثل یک درخت قوی ریشه های عمیقی داره و در مقابل طوفان‌ها در امانه. تائو پیچیده است ولی من برات سادهش میکنم. پس همین الان با کانال من همراه شو تا در مسیر موفقیت با طبیعت کسب و کار حرکت کنی. تائو مثل یک رودخونه است که به آرومی به سمت دریا جاریه و همواره در جریان قرار داره. در کسب و کار این یعنی ما با تغییر همراه بشیم و از مقاومت دست برداریم. بدون یادگیری این اصول کسب و کارم با کوچکترین مشکلات به چالش میخورد، ولی الان دارم راهکارهای کلیدی و ریشه‌ای که از تائو یاد گرفتم رو باهات به اشتراک میذارم تا تو هم بتونی رشد کنی. شما چی؟ تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ آره، این که جمله آخرمون سریع کات بخوره که به اول بتونه وصل بشه. اولم تا حالا شده احساس کنی تو من زوم بکنم اول ویدیو تا پلی میشه جمله داره استارت. تا حالا شده اوکی. حالا این از بحث تصویر. میایم تو بحث آدیو ترانزیشن. کانتنت پاور رو برمیداریم، شروع میکنیم بین صداها پیست کردن. نمیخوره. داشتم خراب کنیم یا نمیدونم چی شد از آخر. این مورفمون رو برمیداریم اینجا و اینجا هم پیست میکنیم. اوکی. کانتنت پاور رو برمیداریم، زوم میکنیم، بهش میگیم انقدر زیاده 6 فریم. شما چی؟ حالا این کانتنت پاور میاد صداها رو تو هم میکس میکنه، شکلش اینجاست، اینجوری میبره تو هم دیگه که کات حس نشه. من میام افکتش رو کپی میکنم روی بقیه جاها، شروع میکنم که هر جا کات زدم پیستش میکنم. اول ویدیو هم میشه بذاریمش، آخر ویدیو هم میشه بذاریمش. اینجا و اینجا هم. خب تائو پیچیده است ولی من برات سادهش میکنم. پس همین الان با کانال من همراه شو تا در مسیر خب صدا درست شد. همراه شو. بچه ها اینجا که داره میگه با کانال من همراه شین، لطفا سابسکرایب و اینا رو بزنین دیگه. میگه بزن دکمه لایکو دکمه سابسکرایبو، اگه میخوای هزینه‌شو سپی بده لایک کن. بزن دکمه لایکو دکمه سابسکرایبو، اگه میخوای هزینه‌شو سپی بده لایک کن. الان نزنی کی میخوای بزنی؟
بعدم پیجمو گم میکنی پشیمون میشی. البته انقدر میام تو اکسپلورت که کاتا رو زدیم، همه چی مرتب و میزون. فقط میخوایم بقیه تنظیمات و افکت ها رو اعمال کنیم. بقیه تنظیمات و افکت ها دیگه باید بیاد روی نست. اینها رو با هم نست میکنیم. اوکی. خب الان دیدین من اومدم بین هر کاتی که زدم مورف کات انداختم. اینها رو هم که مورف زدم. اول ویدیومون با این بیلبیلک شروع میشه. خب مورف صدا و کانتنت پاور بود. آره حالا تا اینجای که میگم فلسفه تائو، تا اینجا یه مارک میزنم. خب ویدیوم تا اینجا مارک شد. حالا این خیلی بی ربطه، یعنی چی که یه تصویر میاد بعد این میاد. باید صدا رو، مدل صدا رو عوض کنم. چطوری مدل صدا رو عوض میکنیم؟ میگیم اوکی این تا اینجا کات، دوتا کات خورد، اینو میاریم اینجا، این یکی رو میبندیم، اینو باز میکنیم. بچه از اینجا دارم باز افکت صدا بهتون یاد میدم اینا رو. خب مگه اون ترانزیشن هم ننداختین؟ ترانزیشن صدا انداختیم. چرا؟ میخوام یه کار دیگه بکنم. من این لاین رو تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ این قلابمونه. باید یکم فضاش سینماتیک باشه، باید مثلا اکو داشته باشه، ریورب داشته باشه. از اینجور افکت ها میخوام بهش بدم. خب میایم تو آودیو افکت، ریورب، نه اول اکو، فیلتر اند اکو. اکو که ما بهش میگیم اکو نیستش، در واقع دیلایه. آنالوگ دیلای انتخاب میکنم. تا حالا شده احساس کنی تو جریان خیلی دیلای ناجوره، میام آنالوگ دیلای رو میذارم. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ از فایل صدا کپی گرفتی؟ آره یه کپی گرفتم آوردم پایین. چون دیلای و ریورب میخوایم استفاده کنیم باید یکم جلوترش هم باز بذاریم ولی بی صدا باشه، چون اگه کات بخوره یهو دیلای هم قطع میشه. نگاه. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو من الان این دیلای رو بگم یکم بیشتر بمونه. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ اسپیدشو. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ با دیلای بیشتر. فلسفه تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فیدبک 50. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی. خب ببینید ما اینجا داریم افکت صدا کار میکنیم دیگه. الان یکم خود صدامو بیشتر میخوام. چرا؟ تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن. حالا میام میگم افکت دیگه چی لازم دارم؟ ریورب. استودیو ریورب رو انتخاب میکنم، میندازم روی صدام. این چی کار میکنه؟ تا حالا شده احساس کنی تو جریان استودیو ریورب فضاش رو اینه سالن میکنه.
خب قبلیه چیکار میکرد؟ رفلکت میداد، تکرار میکرد صدا رو، این فضا رو سالونی میکنه. دیلای اینطوریه که میگه اکو اینجوری شروع میکنه کم و زیاد شدن. خب ولی این دیلای الان این ریورب اینطور کار میکنه. بس من تنظیمش کنم. لو فرکانس، های فرکانس همه رو بگیر. جریان کسب و کارت بعد گم شدی؟ فلسفه تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ حالا ترکیب این دوتا با هم اینجوری میشه. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ هم پخش میشه هم تکرار میشه. آره ولی اینجا دیگه چون تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ خب حالا یه افکتی داریم به اسم های پس. خب های پس میاد صداشو تلفنی میکنه، یه جور فرکانسیش میکنه. خب میام رو اولین افکت هم های پس رو میذارم. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ خیلی زیاده. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ کم دیگه. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ آره تا حالا شده احساس حالا های پس رو میاریم روی دیلای. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ تا حالا شده احساس تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ اوکی. حالا آودیو گین بهش میدیم، میگیم یه هفتای اضافه شو ببینیم چه تا خبره. حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ تاثیرگذارش. آره آودیو گین میگیم مثلا 9 تا صدا شنیده بشه. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ بعد اینجا میایم دیگه تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی. خب به اینم میگیم اوکی آروم شروع بشه دیگه. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای نه 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 ما همینجا که این بوده میگیم کات، اینم قطع میکنیم میاریم تا اینجا، اینو میندازیم اوکی. بعد اون افکتی بودش که مال صدا بود، آودیو ترانزیشن کانتنت پاور، اینو میندازیم اینجا. خب میگیم میگیم این افکت صدامون مثلا 50 فریم باشه. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو کنترل زد، این افکت صدامون رو میخوایم بیاریمش اینجا. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای قبلیه بهتر. گم شدی؟ میگیم چی؟ میگیم این افکت رو بگیر، میگم بازترش میکنه. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو را فلسفه کارت گم شدی؟ کسب و کارت گم شدی؟ شدی؟
جریان کسب و کارت گم شدی؟ گم شدی؟ خب اینجا من دارم کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای گم شدی؟ فلسفه تائو گم شدی؟ دارم صدا رو با این افکت میزون با تصویرم میزون میکنم. گم شدی؟ فلسفه یکم زود تغییر میکنه. فلسفه کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی و آرامش در دنیای پرشتاب کسب و کارهای الانه. خب ببینید این الان 50 ثانیه است. ما باید یه آهنگ بیاریم و آهنگ رو چطور شد که صدای دومتون خب قطع شد کشیدینش پایین دیگه ادامه پیدا نکرد؟ افکت داره. وقتی ترانزیشن میذارم اون ادامه پیدا میکنه دیگه. سرضرب گرفتنم که قرار شدش تمرین کنیم. خب خب آهنگمون کات خورد. تا انتها کات رو میزنیم. اوکی سرعتشو برای که بتونیم اون بنده خدا یوتیوب رو گول بزنیم میکنیم 105. ریورس اسپید نه، خودش اوتو پیچ کنه. حالا شده اوه ناجور میشه. میگیم 95. خب صداشو کم میکنیم. فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی و آرامش در دنیای پرشتاب تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن اسپید دورشه 95 نمیگیم 97. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی. خب این سرضرب رو میاریم دقیقاً جایی که کاتمون استارت میخوره. یه فریم میخوام بری جلوتر، چرا اذیت میکنی؟ گل منو اذیت نکنید، چشاشو تر نکنید، بعد من بگید کسی سمتش نیاد. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی و آرامش در دنیای پرشتاب کسب و کارهای الانه. کسب و کاری که اسپید 97 نه 98 که با اصول تائو بنا شده مثل یک درخت قوی. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی و آرامش در دنیای پرشتاب کسب و کارهای الانه. کسب و کاری که با اصول تائو بنا شده مثل یک درخت قوی ریشه های عمیقی داره و در مقابل طوفان‌ها در امانه. تائو پیچیده است ولی من برات سادهش میکنه. پس همین الان با کانال من همراه شو تا در مسیر موفقیت با طبیعت کسب و کار حرکت کنی. تائو مثل
تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن اتوبزیر بهش میگیم چی؟ میگیم خیلی محو و نرم. اتوبزیر نه بزیر. خب خیلی نرم این اتفاق. تا حالا شده احساس کنی تو جریان خیلی زیاده. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی و آرامش در تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی و آرامش در دنیای پرشتاب کسب و کارهای الانه. کسب و کاری که با اصول تائو بنا شده مثل یک درخت قوی ریشه های عمیقی داره و در مقابل طوفان ها در امانه. تائو پیچیده است ولی من برات سادهش میکنم. پس همین الان با کانال من همراه شو تا در مسیر موفق. اوکی. خب حالا دیگه از اینجا به بعدش تنظیمات اولمون رو شروع میکنیم انجام دادن. چی بوده؟ مثلا زیرنویس بوده دیگه. افکت کنترل باز بشه. خب یکم باید کادرمون رو میزون کنیم. اسکیل بدم یکم. خب این بیاد تا مرسی. این دوتا رو مجبورم با هم. اینجا که افکتی نداره. افکت کات خورده بود روی صدا. من رو تصویر اون کاتر رو برداشتم. اینو یکم زوم میکنیم میدیم بالا. یه ذره پیکسلاش مشکی شد. برمی‌داریم اینجا میاریمش چپ. خب انقدری هم که جا میمونه رو با قاب قراره پوشش بدیم. قاب کجا داریم؟ اینجا فایل های آماده. بیلبیلکامون اینجاست. این قاب برای تدوین بود درسته؟ اینم قرار میدیم. تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو تا حالا شده احساس کنی تو جریان کسب و کارت گم شدی؟ فلسفه تائو راهی برای پیدا کردن هماهنگی و آرامش در دنیای پرشتاب کسب و کارهای الانه. قابمون هم نشست. بقیهش دیگه زیرنویس گذاشتنه و خروجی گرفتن. ببینین پس ما اومدیم با یه هوش مصنوعی یه عکس درست کردیم. یه سناریو در آوردیم. سناریومون رو آوردیم توی ریک رفتی تیکشو بهش گفتیم واسه اون یه عکس درست کن. عکس درست کرد دادیم به هایپر. هایپر واسه همون تبدیلش کرد به ویدیو. دادیمش به این اسمش چیه؟ این تلفظش فیجیتال. دادیمش به فیجیتال برامون مورفش کرد. مورف آوردیم اینجا. بقیه تصاویرم مورفکاتاشو زدیم. خب حالا که ویدیومون آماده شدش افکت صدا هم دادیم. فضاسازی قلاب رو انجام دادیم. اوکی پس ما اینجا فضاسازی قلاب رو یاد گرفتیم بیشتر. خب و تبدیل ویدیو به لوپ. ابتدا و انتهاش میزون شد. سر و تهش فیکس شد. دیگه بالانس کردیم صدا رو و کار تقریبا جمعه. کپشنش هم که خارج از این ویدیو آموزشی براتون می‌نویسیم و این ویدیو رو خروجی میگیریم. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب و اینجور چیزا انجام بدید و این وایسه این لایک و سابسکرایب رو در جریان قرار داره. در کسب و کار او مثل یک رودخونه است که به آرومی اینجا که با طبیعت کسب و کار همراه شو تا در ولی من برات سادهش میکنم. پس همین اجازه بدید. کدوم بود؟ آها همین بود. اینم بیارم اینجا. نمیشه.
اذیت نکن. میاریمش اینجا، صداشو پاک میکنیم. شده مثل یک درخت قوی، ریشه های عمیقی داره و در مقابل طوفان ها در امانه. پاو پیچیده است ولی من برات سادهش میکنم. پس همین الان با کانال من همراه شو تا در مسیر موفقیت با طبیعت کسب و کار حرکت کنی. اینو شما هم بیارید روی ویدیو. این قسمت تموم شد. امیدوارم لذت برده باشید، استفاده کرده باشید و به این شیوه شروع میکنیم تولید محتواهای جدیدمون. هماهنگه؟ سوالی چیزی دارین؟ خیلی خوب، تشکر، موفق باشین. شما سوال داشتین کامنت بذارین، جواب میدم، واقعا جواب میدم.